ببینم 3 میلیون که نزدم براش. 6 تا 6 تا 6 تا بیا. سلام عزیزان باشید، خوش اومدید به این ویدیو. میدونم که یکم براتون عجیبه که 2 تا پارت شد. بچه‌ها ویدیو قبلی خیلی طولانی بود. علی زلزله اینجاست دوباره. قراره 11 تا گردونه شانس اومد اولش یو رو بگم بعد یو اینجوری شدم. یو سلام علیکم. امروز با پارت دوم علی زلزله محمد دارکلو جیبشو قراره که خالی بکنه. 11 تا گردونه رو همینجور بچرخونیم و آقای محمد دارکل قراره که سیو شه. بچه‌ها همین الان بعد از اینکه گردونه دیدی چند هزار تومانه هر قسمتش، حدس بزنید آخر ویدیو آقای محمد دارکل چند میلیون تومان، چون من به میلیون میکشونم. فقط اگه 11 تا 50 تومن بیفته دیگه خیلی، ولی بقیه‌اش بیفته بگم من یه جوری حساب کردم خدا وکیلیه دیگه از هر کدوم 2 بار افتاد حذف میشه. یعنی 2 بار اگه 50 تومن افتاد حذف میشه 50 تومن. البته آره خب اونجوری دهنه آره سیوش. بابا اومدین 11 تاش 1 میلیون افتاد. قراره خالی بکنیم ولی دیگه نه اینقدر. آقا برو بریم، من اومدم. بچا بریم برای این گردونه شانس. 11 تا گردونه شانس داره. اولین گردونه شانس رو میزنیم. آماده ای شافل هم خدا بزن. هیچ چیزی هم در کار نیست، خودشه. آقا دستاتو بیار بالا. حق به تو هم دیگه تموم شد. حق به تو هم دیگه نداری. نه دیگه حق به تو نداریم. بریم با چند شروع میکنیم. 700 نوش جون هر کی برش داره. به عشق آقا رونالدو گذاشتم اینو. یه سوال دارم خودت انتخاب میکنی کیو دونیت کنی یا شانسیه؟ خودتی. 11 تا گردونه شانس داریم، مال خودته. بگو کیو اوکی ببین کی لایقه 707. او داره فیفا میزنه نفرا. او آره بری فیفا که داداش برو بریم. البته این 777 جریان داره، باید یه چالشی براش بدیم. نمیشه داداش، یعنی اما اگر میخوای برای بنده خدا بذاری. ببین 777 عدد عجیبیه برام، من نمیتونم ازش بگذرم. عدد شانس من 7. ایشون باید جواب بده. رونالدو یا مسی؟ دارکل محمد تویی؟ خودتی من شناخته؟ خودتی محمد. میخوای من بیام تو چتش بزنم لینک دونیت تو رو بذار من به چی شده اینجا؟ براش نوشت آقا یه تقلا بهش رسوندم. نه چی؟ فقط گفتم دقت کن. دقت کن. رونالدو یا مسی؟ دارم میرزم. رونالدو CR7. رونالدو CR7 اینه. ولی خوشحالم برات، خوشحالم که گفتی. خوشحال 777. آره من اسم منو گذاشتی. آره حالا توضیحات. داشت علی دمت گرم. نشه از دونیت 777 دارم من. ولی آره دیگه من فن CR7 هم. ای براش نوشتم که منم مثل تو فن رونالدو هم. دمت گرم. ایول اینطوری براش نوشتم. قول من برگشتی گفتی من فن رئالم. بعد میشناستت اما نمیدونی که تو فن مسی. این خیلی عجیبه که این. آقا وایستا ببینم. من اینجا باید. نه دیگه تموم شد کارم با این فن تموم شد. من خودم میخوام دونیتش کنم. تو چجوری من رونالدو فن میدونی؟ نه تمام دیگه این تموم شد آقا. دونیتش نکنم؟ نه نمیتونی. تو فقط باید گردونه شانس. به قوانین احترام. بابا دهنشو سرویس. ما فکر کردم اومدیم اینجا که محمد دارکل اذیت کنیم. آقا من کجا اینقدر منو بشناسی میدونی من طرفدار بارسلونا، من مسی ام. اگه سال دیگه مسی FC 24 آره سال دیگه اگه مسی گرفتم کویکسلش میکنم. برادر عزیزم اصلا به تو نمیده. تو لیاقت مسی گرفتن نداری. برو. خب 2 3 300. بذار یه نفر دیگه هم داره فیفا میزنه. سهیل HMT. این به نظر من چیزه قیافش میخوره که دخترباز باشه. نظر چیه؟ یا ابوالفضل نمیدونم والا. دونیتش میکنم براش میزنم. من همونم که میدونی و خیلی وقت رود کراش دارم. این باحال‌تره. اگر گفت من شناختمت یه 300 دیگه براش میزنم. بزن فاطمه تو کامنه دیگه، مثل اسم امیر توی پسراست. ببینم 3 میلیون که نزدم براش. خود خری 3 4 5 6
6 دیگه. 6 تا الان درست. آره 6 تا. بیا. یه سوال محمد چند تا صفر زدی؟ 6 تا. خب میشه 3 میلیون دیگه سوتن. بابا دهنت سرویس 6 میلیون براش میزدیم. وای بابا فکر کردم تموم شده. نه خیر. عجب آدمیه. مرسی بابت دونیت. بابا فاطمه 100 تومن دونیت کردش. نوشته من همونیم که رود کراشه شناختی؟ نشناختم. نشناخت. اگه میشناخت 300 دیگه قشنگ کاسه. بابا دروغ بگید. داره شناختم. علی زلزله عزیز بابا داره فیفا میزنه. دارکل خیلی خوش اومدی. یا خدا چه خبره؟ ازم عروسیه ها ولی بروز دادن مشکل دارم دیگه. همجای بوس سر و کلت. سهیل جون ایشالله همیشه موفق باشی داداش. دوباره 300 هست شد. خداحافظ 300. یکی از سانیو آندرلاین 0. چه یکی به اسم علی زلزله منو فالو کرد. خودشه یعنی؟ وای من نباید فالو میکردم. گند بابا فالو کردم که تو موبایلم ببینم. بک‌گراندش خیلی باله. ببین به نظرت بک‌گراندش مادر بزرگشه واقعا؟ میخوای سال برسی اگه مادر بزرگش بود دونیت کنی. اگر به مادر نظر من بزرگش بود هست. 2 تا 300 میزنیم. فامیلم بود قبوله. اوکی فامیلم بود قبوله. خودشه من خودمو پاره کنم. یعنی داره میگه اگه خود علیزاده خوش پاره کنه. الان دونیت میشیم متوجه میشه خودتی. اسم من زدی بابا یه بار اسم خودتو بزن. نه اینا فقط اسم خودته. یکی به اسم علی زلزله منو فالو کرد. خودش بود؟ زلزله. آره خودش چک کردن. بچه‌ها خود چت کنم چک کردن. فهمید خودشه. بابا علی زلزله قربونه یعنی در اومد سر. چقدر باله. خیلی وی آی پی کرد بابا. ممنونم. وایسا من نوشتم تبلیغ اومد. چشم حتما چرا فقط دقت بر بالا. دونیت اومد. بابا من چی کار داری میکنی؟ به نظر من نیستش مادر بزرگش. ولی اگه بتونی دروغ بگی خوبه. همین که بگه آره الکی خوبه. مرسی علی. مرسی به خاطر حضورت. مرسی به خاطر من هنوز باورم نمیشه. من به خدا هنوز باورم نمیشه. سکته میکنه علی. عکس بک‌گراندت واسه کیه؟ همینطوری دوستش دارم بود. نه نمیتونم. وای حیف شد. چه جوری نگو. واو تو بنویس ولی بفهم بابا تو هم هستی. بنویس کاش دقت تو بیشتر میکردی. من فقط فالو میکنم. اگر شناخت یه 300 دیگه میزنیم براش. بازم به اسم علی زلزله. آقا لطفاً دقت رو 4 برابر کن. 2 برابر کن. دارکل خوش اومدی عزیزم. مرسی برای فالو. بابا تو چجوری دارکل نوشتاسی؟ این که زندگی سگیه من دارم. موفق باشی ایشالله همیشه موفق باشی. مرسی. آقا من شوخی میکنم با تو. مرسی واقعا خیلی عشقی. دمتون گرم. من میدونم منتظر چی هستی ولی اسکریپتشو نوشتم اون نمیاد. بابا 50 تومن خداییش. بابا یکیش 2 رقمیه بقیه‌اش همه 3 رقمی. اذیت نکن. آخه یه چیزی هم بچه‌ها خیلی تابلوه. اگه حواستون باشه من اصلا 2 تومنی دونیت نمی‌کنم. یعنی یارو باهوش باشه بگم رو هوا بگیره. بوگی تیوی. بوگی گزینه خوبیه. ببین میگیم کلا قرمزی کیت میشه. بوگی آدم فانیه. خب اگه گفت بابام میشه یا اگه گفت مثلا اگه فامیلش گفت آره قبوله. فامیلش گفت اوکی قبوله. اگر گفت 500 براش میزنی. آی بوگی تو رو خدا فامیلتون باشه. 500 بگیریم از من. ببینیم آیا بوگی نمکشو میرزه داخل سیرمش. اینجا گیف کنیته. علی زلزله باشه. علی زلزله اون کلا قرمزی پشت کیت میشه. از چیزن از آشنایانم. ما اجدادمون مربوط میشه به آقای ایراج طهماس. بنازم اجداد فامیله. خودش نیست. علی زلزله تو کار دلاریه. که گفت دلاریه. دیدی گفتم بشناسه همینو میگه. آخه برای چی؟ من حدس میزدم بگه فامیله. فامیلتون اوکی. ایش برایش میشه ایش. نوشه جونت. یه دبلیو تو چت
چت دیدم عشق داداش عشق منی بوگی. بوس بهت بوگی جان. دیگه از اینجا به بعد بچه‌ها ما هیچ گونه چالنجی نداریم، فقط ادامه میدیم. چالنج داره باعث رفاقمون میشه. بذار بریم یک چیزی که دوناتون داره رو 100 تومن بزنیم. ولاگ ولادو میشناسی. اوه داشتی مرسی برای 100 تومن دونیت داشتم. بوسوت. اگه خودت آره داداش خودم من فقط چالش نمیذاره خسته. چپ اوه خودشه بابا ارادت داشتی گلم. قربونت برم من. دم آقای دارکل گم. آقا اینا که دارن از من تشکر کنم. بوس سرون کلاش. ولی تشکر اصلی رو بعد از آقای دارکل بکنیم. دارکل جون واقعا ممنونم که اینقدر کانتنت خفنی درست می‌کنی. پول بیشتری یه لحظه صبر کن داری گولم میزنی الان. هندونه داری زیر بغلم میذاری. آره هندونه رو بیا قاچ کن. یه 2 تا شانس دیگه به ما اضافه کن. 1 میلیونی نه تو بکشم من. نداریم از این شانسا متاسفانه. معذرت میخوام. بلا جون بوس بهت. 1 میلیونو بیار. ای 200,000 تومان. یه سوال دارم نمیشه استریم از یه یوتیوب بریم دونیت کنیم؟ فرقی داره؟ فقط باید تویچ باشه؟ یوتیوب هم اگه داری بریم. ایمان موریسون استریم دوناتورشه گفتم بریم یه انرژی همه چون واقعا بچه‌هایی که توی یوتیوب مثلا تویچ انقدر راحت نیست که به قول معروف یه کامیونیتی دوره هم باشیم سریع هم دیگه رو چیز کنیم. یه چالش میذارم میدونم ولی این چالش رو میبازیم. وقتی دونیتش کردیم ایمان نگفت تو دیوونه‌ای، کلمه دیوونه‌ای رو نگفت، 200 تومن دیگه بهش بزن. دیوونه‌ای داداشم مرسی. همین الان گفت در جا به یه نفر که تازه دونیتش کرد تو دیوونه. اصلا تیکه کلام ایمانه. من خودم دنبالش میکنم. آقا من الان مینویسم واسش باشه. چی می‌نویسی؟ نه نداریم. چالش نداریم. خب باشه من هیچی نمیگم ولی اگه نگفت دیوونه‌ایو باید بزنی. قبوله. علی دلدله وقتی اینطور نگاه میکنی مشکوکی. به من نگاه کن. آقا من دستم واسم بالاست. باشه. علی زلزله دوست دارم داداشی گلم. علی زلزله عشق منی. علی زلزله اینجا پر انرژی ترین. آقا چه لوت علی زلزله. علی زلزله بابا تو چیکار کردی واقعا؟ تو چیکار کردی؟ بابا کلی علی زلزله داداشم چیکار کردی؟ علی تو مرسی بابا نکن داداشم تو زیاد کردی نکن قربونت برم. انرژی رو میگم داداشی گلم. مرسی کلی علی زلزله بابا زلزله آوردی اینجا. نگو دیگه تمام دیگه اوکی. بابا چون منو میشناسه داره اینقدر تشکر می‌کنه تمام دیگه آقا قبوله برو. بابا عشقی داداشم نکن قربونت برم. مرسی کلی علی زلزله دوستت دارم خیلی زیاد. به چشماتم خیلی میاد. انرژی نمکی تو خودت اسمت انرژیه. بمب انرژیه. مرسی کلی علی زلزله. اگه نگفت اوکی. تو خودتو برسون به یه دکتر بگو مریضم. بابا چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ تو دیوونه ای. بگو. عشق من تو دیوونه ای. تو مریضی علی زلزله. مریضی انرژی. تو دیوونه ای. خیلی طول کشید محمد. ببین ولی گفت دیگه درست علنا برگشت به خود گفت تو دیوونه ای. تو مریضی. میدونستم میگه. وای مرسی ایمانسا عشقی خیلی دوست دارم. خیلی هم دنبالت میکنم. نمی‌سیرت واقعا حیف شد. بابا کاش که نمیگفتی تو که 40 ثانیه 50 ثانیه دوام آوردی ایمان. اینم ششمی. میریم برای هفتمی. یس 50 تومن. هیچ چالشی هم نداریم. هیچ چالش نداریم. بریم صالحاب و همین دیگه خیلی عشق میدم توگم. داره میره. دارم با سریع ترین نمیشه. حیف شد. علی زلزله خودتی؟ نه علی زلزله این اومد یس فالوش کردن که بمونه. همطوری که نگهش دار بدون که پیام بدی. نه بس مثل یه اون آقا علی فاباز نیستی. باز شانس نداریم. چرا بابا خودمم به خدا میدونم کسی نیست بابا هستی. بابا هستی چی 50 من رونالدو فنم وات فاک. بابا دهنتو سرویس دارکل. من دهنتو سرویس میکنم. گیر آورده ما ویدیو شوک خودتی علی باجی علی زلزله تو استریمه وات فاک. قربون اون شکلت برم من بوس بهت نداشت. من سر رونالدو ازم غیرتی هم میبینی آقا علی سر رونالدو غیرتیم. خدا حاجی اینم دورکن حاجی. آقا بچه‌ای تو آقا سلام علی بچه‌ها علی زلزله است. بچه‌ها قلب بذاری بیاد سایت. که من بوس سر رو کردن. آره سال جون عشق من داداش. کم آخرش به هر حال 1 میلیون رو بعد بزنی. آره الان همین اولی 1 میلیونی خوردی داداش برو بریم.
صدی هم هست برو بریم فیفا باز داریم. ایتس گوست 36. کارت صورتی کم میده. میخوام بگم اگه صورتی گرفت بهش بگم یه دقیقه پکاتو نزن. فقط براش می‌نویس اگر صورتی گرفتی 1 میلیون. دارکل مرسی بابت فالو، خوش اومدی. اگه در آوردم ناموسم من به تو 1 تومن میدم دارکل. نه گرفت دیگه. دارکل من یه پک مثبت 1085 زدم ولی چیزی ندارم. پوست می‌کردم. بابا اینو چون خودم خوشم اومد ازش، نه به خاطر که شناختم فقط چون خوشم اومد 200 تومن میدم. شناختم نه شناختتت. علی زلزله که بعید میدونم باشی ولی مرسی بابت 200,000 تومان دونیتتونم بدون توضیحات. توضیحات یادم رفت نیستم رونالدو فنم. علی پشمون خودت یعنی ناموسا حد می‌زدم هر کسی باشه نمیدونستم علیه. دم محمد گرم قربونت برم. جالبیش کجا میشه که تو دومیت میزنی میخوای بگی رونالدو فنم. عقده ای ول کن دیگه رونالدو رو. علی من رونالدو فن شدم. نظرت داداش؟ نظرم رونالدو دبلی. بابا همه که رونالدو فنن. مسی فن درآمد 1 میلیون هر کی. ای خدای من. بریم نفر بعدی. گردونه بعدی 1 میلیون تومان پیاده آقای دارکل. برو بریم. بازم سو 77,000 تومان. من یکی رو واقعا باهاش حال میکنم. اصلا فن بیانش خیلی دوست دارم. حاجی وارلاک. بیا ناکو چالش میذارن کچل کن رنگ کن. حالا ما یه چالش گذاشتیم هاردکور کلاسیک کشون هم کف دست ما ندادن بچه‌ها. دهنتون آره ولی نه علی مطمئنی همونیه که دوست داری؟ من نشنم. این بالا دودولشو دهن هممون کرد. از این به بعد فقط آقام رونالدو. دارکل من بیام کویت رو کشتم. یکی از آدمایی که خیلی دوستش دارم حالا علی لطف میکنه منت رو سرما میذاره سعی میزنه به ما. قربونت برم من داداش. دارکل تره کنی. حالا مسی یا رونالدو میگه از این به بعد فقط آقام رونالدو. نکنی خیلی داستان پیچیده‌ایه راستیتش. من دوستام همه فن فوتبالن. منتظرم ببندم سیرمشو. دوستای صمیمی. دوست من تو لیگ برتر نوجوانان ایران بازی می‌کرد. خب مسی و من این خیلی صحبت می‌کنیم راجع به مسی رونالدو. خب من علاقه به فوتبال نداشتم ولی بابا بگو دیگه. خب حرفم میگم سرت درد نیارم. شنید. بدون تعارف بگم و بدون من حالا درک فوتبالی به اندازه شما نمیرسه. 1,000 تومان نیستم توی فقط بگو. ولی به حال شاید متوجه که بشم. بعضا فوتبال خیلی بازی می‌کنه. هم بازی فوتبال هم گیم داره اذیتمون میکنه. تیک تاکا خیلی به این پاسکاریاشون خیلی به سرعت عملشون که همزمان راه برن فکر کنن. همین فکر. حالا در رابطه با مسی و رونالدو من یک دوست صمیمیم دوباره ولی من احساس میکنم مسی باز از رونالدو بهتره. من تمومه؟ من نوشتم براش. خیلی بازیساز قویه. من دقیقاً. خب میریم برای یه گردونه بعدی بچه‌ها. مسی فن درآمد 1 میلیون هر کی. بس یه سری بشو. عجب رونالدو فنی هستی تو. خب این از اولین بار. من اینو میمش میکنم. بابا بکردم یه میلیون صفرشو کم دیدم. ای توفیق. میخوای یه کاری کنیم؟ چون الان 500 رو برداریم حذف میشه دیگه. الان بعدی و به علاوه 100 تومن میکنیم میزنیم به یه نفر، آخری میزنیم به یه نفر. یعنی 2 تا استریمر دیگه تمام کنیم بریم. آره اینم میشه. الان یا 100 میشه یا 600 میشه واسه نفر بعدی. ان شاء الله با خودم 100 حاجی 1 میلیون وایساد تا آخر. ایول. مد کت استریم. او همین الان شروع کرده. شروع 600 تومانی. شروع طوفانی 600 تومانی به واسط داریم. علی زلزله عزیز صفحه زده. ندارم. من چرا فالو زودتر میکنم قبل از چی؟ آره گفت ادمین چت نریم. بنویس من ادمین چت کن. فالو کن. من میتونم ادمین چت بشم. من میتونم ادمین چت بشم. دارکل عزیز پشمام. چه دخلی؟ پشمام یعنی چی؟ خیلی خوش پشمام یعنی چی؟ خیلی خوش اومدیم رسیم. خیلی خوش اومدیم. به نظرم ایشون هم 1 تومن رو داره. به نظر من. وای
چی شد؟ دستم خورد. 1 میلیون زدی؟ دستم خورد 200 تومن اضافه 300 تومن اضافه دستم خورد. چجوری دستت خورد دست؟ چون شناختتم دستم خورد. نمیدونم. باشه تا باشه از این دست خوردن ها. چقدر حال میده. دارکل پول میده من تشکر بود. مستر تو رونالدو بهتره یا مسی؟ رونالدو خوشگل تره. تو خیلی زنی. خیلی خوشگلی چه کار داری بابا مسی؟ آقا خوشگل آره همینه. مرسی بابا مرسی. خواهش میکنم. انشالله که همیشه موفق باشی. خیلی بانمک بود. اوکی. بردار 500 عقده یعنی چی مثلا بردارم 500 پاک کن. حالا بزن. خب یه بار بالاخره 1 میلیون بیا بزن. اوکی بیا. آقا این بار 1 میلیون فکر کنم. Let's go! وای مگه تموم 1 میلیون بالاخره این همه گزینه چطوری؟ این داداشم آورد. سانیو رو چقدر دونت کردیم؟ خواهم دونت کنی؟ یه کاری میکنیم ازش می‌پرسیم اگه داداشش بود آها بگو یه 500 دیگه بزن. این داداششه علی. نه این داداشه. اگه داداشش سیگاری نبود باش داداشته دارکل. آره خب اومد. این آخرین دونیت. لطفاً بگو داداشت سیگاریه. این داداشت سیگار نباشه 500 دیگه کاته. من واقعا میدم. اگه نباشه واقعا دمش گرم. حالا خوبه یه نخ سیگار بگیرم. ولی واقعا چه حس عجیبیه. با اسم منه و محمد داره اونور دونیت میکنه. همه فکر میکنم من دارم دونیت میکنم. بابا این چی بود دیگه؟ نمیدونم من باید اسمتو بگم نگم. به من گفتی 4 برابر دقت کن. بابا چیکار کنم مثلا من چیکار چرا خبیش استرس چه ربطی به اسم؟ بابا اسم قبلی بود. آقا من بگم یا نگم؟ تشکر میکنم. اسم تو صفحه بود دیگه. نوشته داداشت سیگار میکشه. من رونالدو فنم. نه داداشم غلط میکنه سیگار میکشه. ریشه جونت. یس بوس سر کله داداشت. دمش گرم. دمت گرم. بعد جالبه خودش داره سیگار میکشه میگه غلط میکنه داداشم سیگار میکشه. بازم تشکر میکنم ازت. کلی حال دادی. خواهش میکنم بابا آقای دارکل داره شرمنده میکنه. یه 500 دیگه هم الان میزنه. بعد از این دونیشن و گفتن اون جمله یهویی تمام میشه ویدیو. همین الان خدافظی کن. خدافظ بچه‌ها. دمتون که تا اینجا دیدید. یه جایی محمد دارکل رو گول زدم. 100 تومانی 200 تومانی اینا رو نزده بودیم پاک کردیم که 1 میلیونیو بزنیم. خیلی بدجنسی. 1 تومن دیگه زدی؟ یس. بابا دمت گرم عزیزم. وای یا امولفز نمیشه ایشالا هیچ وقت سیگار نکشه. من رونالدو رو خیلی بیشتر مسی دوست دارم. بابا دهنت سرویس. کانتنت کریتورهای قدیمی مونه. قربونت بشم عزیز دارم. میشناسمش من. بابا قدیمی چه کلا 2 ماه شروع کرده یوتیوب.